من 18 سالمه. تازه از یه دوستی 2 ساله اومده بودم بیرون. خیلی ناراحت و غمگین بودم. این وسط بحث خواستگار اومدن واسه من بود. یه شب تو خونه بودیم. من یه خاله دارم نزدیک خودمون زندگی میکنه. زنگ زد و گفت یه پسره هست اسمش ناصره. مادرش همکار شوهرمه. میخوان بیان خواستگاری برای این آقا زن بگیرن. خلاصه یه هفته گذشت. من هی میگفتم نمیخوام، نیان، من قصد ازدواج ندارم. ولی انقدر گفتن که راضیم کردن. این آقا و مادرش اومدن. یه آقای قد بلند و زیبا و متشخص. البته بعدم فهمیدم که همش به ظاهره. ما توی اتاق حرف زدیم و این آقا شماره‌شو داد و گفت حتما بهم پیام بدین. 27 آبان بود، ساعت 12 شب. به اصرار خالم بهش پیام دادم و سریع جواب داد. اون شب کلی حرف زدیم. به نظرم سختگیر و منطقی می اومد. من زیاد تحویلش نمی گرفتم. هیچ وقت قرار اول یادم نمیره. خیلی خوب بود. ساعت 6 رفتیم بیرون. تو خیابون قدم زدیم. برام غذا گرفت. خیلی برام خاطر انگیز و زیبا بود اون روز. خلاصه شد قرار دوم و اومد جلوی مدرسه دنبالم. بعد دیگه کم کم سرد شد و داستان زندگیشو برام تعریف کرد که مادرش زن سوم پدرشه. پدرش یه مرد خسیس بوده. اینا رو خیلی اذیت کرده. اینا مجبور شدن که خودشون کار کنن و مستقل بشن. اونم باید خوددرمانی بشه و منم چون حس کردم نمیخواد ادامه بده سریع پیام دادم و گفتم نه ممنون، من و شما اصلا به هم نمیخوریم. من نمیتونم با شرایط شما کنار بیام و خداحافظی کردم. اون شب شدید حالم بد شد. اوایل آذر این دوستی تموم شد. ولی به من 2 کتاب داده بود. من با خودم فکر کردم و گفتم شاید من اشتباه قضاوتش کردم. کتابا رو بهونه کردم و پیام دادم و گفتم بیا کتاباتو ببر. گفت بگو همدیگه رو ببینیم دیگه. استیکر خنده فرستاد. بعد منو 2-3 روز پیچوند. بعدش بهم گفت حقیقتش من و تو اصلا به هم نمیخوریم. منم همه پیامامو پاک کردم و چیزی نگفتم. این آقا بعد 2 هفته اواخر آذر دوباره بهم پیام داد و گفت منو ببخش، من فقط نمیخواستم با احساساتت بازی کنم. منم گفتم اشکال نداره. حرف انداخت وسط و گفت فردا میام میبینمت. خیلی خوب با هم حرف میزد. ولی فردا خبری ازش نشد. پیام که دادم گفتم آماده بشم یا نه. گفت پسر خالم فوت شده، شهرستانم. ولی خیلی سرد جواب داد. بعدش کم کم دیگه با هم خوب حرف زد و کسی از این دوستی ما با خبر نبود. زود همدیگه رو می دیدیم. ولی بعد یه دعوا سرد شدیم. از اون شب دعوا یه شب هست 4 شب نیست. الان 5 ماهه که با همدیگه دوستیم. من تولدم دی ماه بود. برام 10 نطلا گرفت چون خیلی دوست دارم. یه خمیر دندون گرفت از اونایی که خودش میزد با 2 عروسک. بعد چند روز شلوار ست گرفته بود برای خودم و خودش. همش حال من براش مهم بود. وسط دعوا فقط سکوت میکرد و میگفت خیلی دوست دارم. این آقا اینجوریه که با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. خیلی با سیاسته. الان 5 روزه که با همدیگه اصلا حرف نزدیم. قصد دارم وقتی پیام داد بهش بگم یا برگرد به حالت اول دوستیمون یا دیگه بهم پیام نده. ارزش من خیلی زیاده. خیلی ها قصد دارن که با هم حرف بزنن ولی نمیتونن. تو نمیتونی همینجوری بیای و بری. اگه اهل موندنی بیا. ما خیلی کات کردیم و آشتی کردیم ولی یه حسی از اول درونم بوده که این آدم و این دوستی تموم شدنی نیست. اینم بگم این آقا بارها به من گفته من قصد ازدواج ندارم. منم چون دنبال گرفتن نیستم مهم نبوده برام. میخواستم از شما هم در مورد اینکه چیکار بکنم بهتره با توجه به شرایطی که گفتم براتون ممنون میشم توی کامنت ها راهنمایی میکنین.